سلام، میخوام براتون یه داستان واقعی و خب خیلی ترسناک تعریف کنم. یه ماجرا از دل شهر کاشان که برای یک مرد کاملا معمولی اتفاق افتاد و زندگیش رو برای همیشه عوض کرد. داستانی که با یه عادت ساده شروع شد و به یه وحشت فراموش نشدنی ختم شد. وای، فقط تصور کنید این جمله دقیقاً اوج وحشتیه که شخصیت اصلی داستان ما تجربه میکنه. ولی چطوری کارش به اینجا کشید؟ خب برای اینکه بفهمیم باید برگردیم به اول ماجرا، به یه عادت هفتگی که توی تاریکی انجام میشد. خب همه چیز با یه مرد اهل کاشان شروع میشه. یه مردی که میدونید مثل خیلیای دیگه عادت داشت آخر هفته ها بره حموم عمومی. اما اون یه فرق بزرگ با بقیه داشت. اصلاً از شلوغی خوشش نمیومد. دنبال خلوت خودش بود. اون عاشق سکوت و تنهایی حموم بود. به خاطر همینم یه راهی پیدا کرده بود که بتونه از این فضا، یعنی از این آرامش و بخار و تنهایی، تک و تنها لذت ببره، دور از سر و صدای بقیه. فکرشو بکنید، همیشه اونقدر زود میرفت که هنوز دلاک خواب بود. چراغ‌ها خاموش، تاریکی مطلق، سکوت محض و یه بخار گرم که همه جا رو پر کرده. این دقیقاً همون بهشتی بود که این مرد هر هفته برای خودش میساخت. یه پناهگاه آروم و همیشگی. یا حداقل خودش اینجوری فکر میکرد. اون روزم مثل همیشه توی همون تاریکی و سکوت وارد حموم شد. اما این بار یه چیزی فرق داشت. یه اتفاقی که اصلاً منتظرش نبود. آره، این بار برخلاف همیشه تنها نبود. توی اون تاریکی مطلق در کمال تعجب سایه یه نفر دیگر رو دید. تو اون ساعت از صبح حضور یه آدم دیگه تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. اولش همه چیز کاملا عادی به نظر می اومد ها. مرد داستان ما به اون غریبه سلام کرد و با خودش گفت حتما اونم مثل خودش سحرخیزه. اون غریبه یه مرد کوتاه قد بود با ریش‌های بلند. کم کم سر صحبت باز میشه و یه حس اعتماد اولیه شکل میگیره. مرد داستان ما خیلی عادی و خودمونی از اون غریبه میخواد که پشتش رو کیسه بکشه. یه درخواست کاملا معمولی توی حموم عمومی، درسته؟ غافل از این که این لحظه آخرین لحظه آرامش اون روزه. و اینجاست که داستان به اوج خودش میرسه. جایی که اون حموم آروم و خلوت تبدیل میشه به صحنه یه وحشت خالص، یه وحشت فراموش نشدنی. مرد ما روی سکو میشینه تا دست اون غریبه کوتاه قد به پشتش برسه. غریبه شروع میکنه به کیسه کشیدن و حرف زدن. همه چیز نرمال و عادیه، تا اینکه مرد برای اینکه راحت تر باشه سرش رو یکم به پایین خم میکنه و دقیقاً تو همون لحظه وقتی سرش رو خم کرد، چشمش به چیزی افتاد که نباید میدید. چیزی که کل اون آرامش رو برای همیشه نابود کرد. اون موجود به جای پا سم داشت. بله، درست شنیدید، سم. انگار تمام گرمای حموم تو یه لحظه یخ زد. مرد فهمید که تمام این مدت داشته با یه جن حرف میزنه. وسط اون شوک و وحشت، اون موجود با یه آرامش واقعاً ترسناک ازش میپرسه چرا میلرزی؟ این سوال آروم تضاد عجیبی داشت با طوفانی که تو دل مرد ما به پا شده بود. اما نکته حیاتی اینجاست. مرد با وجود اون ترس مرگبار عقلش رو از دست نمیده. خیلی سریع به خودش مسلط میشه و برای اینکه وحشتش رو پنهان کنه یه بهانه میاره. هوا خیلی سرده. اون رویارویی ترسناک تموم شد، اما تأثیرش تا آخر عمر با اون مرد موند. حالا بیایم ببینیم بعد از اون لحظه وحشتناک چی شد. اینجا دیگه هوشیاری فوق‌العاده اون مرد رو میبینیم. اون فهمیده بود که اگه ترسش رو نشون بده ممکنه خیلی خطرناک باشه. پس چیکار کرد؟ بدون اینکه چیزی به روی خودش بیاره، بدنش را آب کشید، خیلی عادی خداحافظی کرد و با قدم‌های معمولی، تأکید میکنم معمولی، از حموم زد بیرون. وقتی از حموم اومد بیرون، مثل همیشه پول رو گذاشت روی میز و رفت. اما بعدن که ماجرا رو برای دلاک تعریف کرد، اون قسم خورد که اصلاً و ابداً همچین آدمی با این مشخصات رو تو حموم ندیده. این حرف دیگه آخرین مهر تایید بود که اون موجود انسان نبوده. این اتفاق فقط همون یک بار افتاد. مرد ما دیگه هیچ وقت اون موجود عجیب رو ندید. اما خاطره اون روز، اون ترس تا آخر عمر باهاش موند. و این به نظرم زیباترین بخش داستانه.
این جمله حرفای خود اون مرده تو سن 80 سالگیه. اون به گذشته نگاه میکنه و نه فقط از ترسش که از شجاعت خودش حرف میزنه. شجاعت اینکه با وجود چنین تجربه وحشتناکی باز هم به اون پناهگاه همیشگیش برگشت. و خب در نهایت این سوال برای هممون باقی میمونه. اگه شما جای اون بودید چی کار میکردید؟ شما هم میتونستید خونسردی خودتون رو حفظ کنید یا پا به فرار میذاشتید؟ این داستان به ما یادآوری میکنه که گاهی وقتا شجاعت واقعی جنگیدن نیست، بلکه حفظ آرامش تو ترسناکترین لحظه‌های زندگیه.